با غیر فعال نمودن یک آپشن شما می توانید مصرف اینترنت خود را کاهش بدهید و کم کنید. بریم طرف آموزش. شما این قسمت می بینید علامت دیتا یا اینترنت چند دست خود را می گیرید. در این قسمت روی تنظیمات، این آپشن بغلی تنظیمات را که می بینید روی این کلیک می کنید. صفحه را میارید بالاتر، مصرف داده های برنامه روی این کلیک میکنید. در این قسمت که شما میبینید در اینجا لیست نرم افزاری است که شما در تلفن خود دارید. در اینجا میگوید شما کدام نرم افزار چقدر مصرف دارد. تیک تاک 7.54 گیگ، VPN 3.22 گیگ، یعنی رقم پایین خودتان سیل کنید. بطور مثال من با یکی از نرم افزاری که کار ندارم میخواهم این را غیر فعال کنم. مثلا تلگرام. روی تلگرام من کلیک میکنم و در این قسمت داده های پس زمین، من زمانی که این آپشن را غیر فعال کنم دیگر مصرف اینترنت من کم می شود و زمانی که من اینترنت خود را روشن میکنم و مثل همین شما هر نرم افزاری را دوست داشته شما میتونید غیر فعال کنید. دیگر مصرف اینترنت من کم می شود و نرم افزارهایی که در تلفن خود دارم اضافی است از اینترنت من مصرف نمی کند. شما می توانید با این روش از مصرف اضافی تلفن خود جلوگیری کنید.